این روزا چیزی که به شدت ترند شده وایب کدینگه. اینکه وایب کدینگ چیه؟ با اومدن هوش مصنوعی کد زدن و برنامه‌نویسی داره از بین میره، یا اینکه یه ایده داریم میخوای کدش رو بزنی و پروداکت رو عرضه کنی، ولی از کد نویسی چیزی سرت نمیشه و نمیخوای سرمایه زیادی واسه کد نویسیش بذاری، این ویدیو برای توه. سلام، من کیارشم و امروز میخوام درباره وایب کدینگ صحبت کنم و اینکه اصلا هوش مصنوعی چه تأثیری قراره روی برنامه نویسی بذاره. اول اینکه اصلا وایب کدینگ چیه؟ ببینید، وایب کدینگ با اومدن هوش مصنوعی و قوی تر شدن مدل های LLM، هرچی این رنگ کدزنی داره کمتر میشه. شما یک پروداکت رو میتونید توی لول های MVP حتی بدون اینکه سراغ برنامه نویس فرانت اند کار یا بک اند کار برین عرضه کنید، بیارینش بالا و حتی عرضه کنینش توی بازار. مدل سادهش هم اینه، یه سایت ساده رو در نظر میتونی بگیری که UI UXش رو میتونی بری بدی. یک سری سایت های هوش مصنوعی که فکر کنم گوگل یه دونه عرضه کرده، UI UXش رو میزنه، همون UI UX رو میبری میدی به یه مدل هوش مصنوعی دیگه مثل GPT، جمینای، گروک، و اینکه اون واسط فرانتش رو میزنه و دقیقاً به همون هوش مصنوعی بی که بک اندش رو واسط بزنه میزنه. برای مدل های کوچیک و پروداکت های کوچیک یه چیز قابل قبول بهت تحویل میده. این ایده کلی وب کدینگ، یعنی شما بدون داشتن دانش کدنویسی میتونی بری یه پروداکت رو عرضه کنی، یه پروداکت رو از ابتدا تولید کنی و حتی اصلا عرضهش کنی. نویسی اصلا قراره از بین بره؟ کسی که برنامه نویسی میکنه از این طریق درآمد داره و اینا، قراره این قضیه از بین بره و هوش مصنوعی قراره جاش رو بگیره؟ برای جواب دادن به این سوال باید یه مقدار دیپ‌تر نگاه کنیم. من خب خودم برنامه نویسی که دارم میکنم، دارم کار میکنم با این مدل ها. برای کارهای کوچیک اوکی هم، شما میتونی یه کار کوچیک رو واسش توضیح بدی، خیلی دقیق توضیح بدی و همون رو تحویل بگیری. و اگه کارت بزرگتر بشه، یه مدل، یه پروژه بزرگتر بشه، اونطوری دقیق بهت توضیح نمیده، تو نمیتونی یه پروژه کامل باهاش بزنی. الان خب که مدل های مثل گروه اومده که فایل به فایل یه پروژه رو بهت تحویل میده، ولی خب توش عموما داخلش باگ زیاد داره، بعد اون باگا رو رفع کنی. و مورد بعدی که داره توی سیستم های کامپلکسه. زمانی که سیستمت بزرگه، کوئریات زیادن، دیتاهات زیادن، تو باید سیستمت رو اپتیمایز کنی و تو این اپتیمایز کردن ها خیلی خوب عمل نمیکنه. اینکه عموما به این صورت عمل میکنن هوش مصنوعی ها، تو یک خواسته رو بهشون میگی و دقیقاً همون رو بهت تحویل میدن. اینکه مثلا تو بهش بگی که یک فایل حجم داری و میخوای اینو مرتب کنی، شاید بهت یه فور بگه، با فور بگه که این رو مرتب کن. یا حتی مثلا راه حلش رو هم بهت میگه، مثلا توی کوئریای n به اضافه یک پرابلم ها که خیلی معروفن، توی کوئریایی که یک دفعه تعدادشون زیاد میشه توی دیتابیس های ریلیشنال، روش حلش رو بهت میده. ولی روش حلی که بهت میده عموما اپتیمایز نیستش. خودت بعد اون روشه رو مثلا بری ببینی که آره میگه مثلا بعد این کوئری های تعداد زیاد رو میدونه که بعد با سولوشن های n به اضافه یک مثل پریفچ یا پری سلکت اینا رو حل کنی. روش رو بهت میده، ولی خب زمان پیاده سازیشون درست عمل نمیکنه، چون این چیزهایی که برای مدل های کامپلکس و پیچیدن آنچنان دیتایی براشون داخل اینترنت نیست، به خاطر خیلی زیاد روی اینا ترین نشده و خب قاعدتا چیز درستی هم بهت نمیده. ولی تایتل بار خوب بهت میده، تو میتونی اون تایتل رو برداری و خودت ازشون استفاده کنی، به شرطی که خودت یه سری بیسیک ها رو بلد باشی. پس اینکه بگیم هوش مصنوعی قراره جای برنامه‌نویسا رو بگیره، نه، در نهایت باید یه برنامه‌نویس باشه که از اون هوش مصنوعی استفاده کنه. اما هوش مصنوعی قطعاً برنامه‌نویسی تازه کارو میذاره کنار. این واقعا غیر قابل انکاره که کسی که میرفت الان، من این مثالی همیشه داشتم، تعداد برنامه این آموزشگاه های برنامه نویسی از تعداد بقاله محلم داره بیشتر میشد. همه پایتون یاد گرفته بودن و همه برنامه نویس شده بودن. خب اینجور افراد قرار حذف بشن. کسی که صرفا بلد بود یک کد رو بنویسه و یک کد ساده ران بشه، کسی دیگه به خاطر همچین چیزی سراغ برنامه نویس نمیره که بهش پول بده. گروک، جی پی تی و جمینای خیلی بهتر و تمیزتر میتونن این کار رو انجام بدن.
حالا سوالی که هستش، من از این هوش مصنوعی چطوری استفاده کنم به عنوان یه برنامه‌نویس؟ ببین، حرف اولیه اینه تو باید یک زبان رو به طور دیپ یاد گرفته باشی. من حتی قبل از اینکه LLM ها هم بیاد اینو میگفتم به همه، یک زبان رو به طور کامل یاد میگیره و قواعد و اصول برنامه‌نویسی رو با اون زبان یاد میگیره که من سی و سیپل بهترین زبانه، بدونی استک چیه، بدونی کیو چیه، یک سری قاعده رو بلد باشی. حالا حتی اگر اصلا LLM و اینا هم نبودن دیگه، واسه یاد گرفتن زبان جدید تو نمیری یه کورس جدید یاد بگیری، صرفا میری سینتکس و چیزهایی که تو اون زبان جدیده رو یاد میگیری. چون این برنامه نویسی دیگه قاعده و اصول که تغییر نمیکنه، همه چیز یکسانه. حالا یا سینتکس عوض میشه، حالا مگر اینکه یک استثنا وجود داره، زبان آبجکت اورینتد باشه که خب اوکی، تو مثلا سی و سیپل رو یاد گرفتی، میری قواعد آبجکت اورینتد هم باید یاد بگیری. اینا رو یاد میگیری، حالا میخوای یه پروژه، یه اپ بزنی با برنامه نویسی. ببین مثلا فرض کن تو باید اصول رو فرض میکنم بلدی، میخوای یه اپ بزنی، یه جا به این مشکل میخوری که باید از یک ساختار داده استفاده کنی. ساختار داده که یه سری داده داری، یه سری دیتا داری، مثلا میخوای ماکسش رو به دست بیاری، مینش رو به دست بیاری. خب اوکی، تو میدونی که یه واسه حل کردن یه همچین مسئله به یه ساختار داده، یک دیتا استراکچر نیاز داری که حالا اینو میری مثلا اینو دقیقاً میگی من داده هام اینجوریه، به جی پی تی میگی، یا مثلا حالا هر LLMی به جی پی تی اینا توضیح میدی و میگی که من مثلا یه همچین داده‌ای دارم، میخوام مثلا ماکسیمومینش رو به دست بیارم، تو بهم بگو از چه ساختار داده‌ای استفاده کنم. فایده اینجاست جی پی تی چی بود؟ تو دیگه نیازی نیست بری مثلا کتاباتو ورق بزنی، همه چیز یادت باشه که مثلا کل ساختار داده‌ها چیا بودن، از چه ساختمان داده‌ای باید استفاده کنی. نکتهش اینجاست. مورد بعدی اینه که همیشه حواست باشه که انگلیسی باشون صحبت کنی. اگر حالا مثلا میخوای از منابع فارسی استفاده کنی موقع جواب دادن بهت، فارسی ازش بپرس. ولی اگه سوالت یه سوالیه که خب برنامه‌نویسی طوره، انگلیسی ازش بپرس. انگلیسیت خوب نیست، فارسی برو بهش توضیح بده، بگو اینو انگلیسی به صورت پرامپت شده بهم تحویل بده، چکش کن، ادیتش کن، ببین دقیقاً منظورش رو میرسونه، همون رو برو بده بهش. زمانی که فارسی باهاش حرف میزنی میره از منابع فارسی میپرسه. خب به تبع منابع فارسی توی برنامه‌نویسی کمتر از منابع انگلیسی هست. این از این مورد. خیلی از شغل‌ها رو از بین میبره، غیر قابل انکاره، خیلی ها بیکار میشن. ولی خب کسایی از این قضیه سود میبرن که بتونن سوار این موج بشن. الان با هوش مصنوعی خیلی کارها رو برنامه‌نویس‌های جونیور میتونن انجام بدن که قبلا نمیتونستن. ولی با اینکه مثلا یه دانشی کمی دارن، ولی کسی که دانشی نداشته، صرفا مثلا میرفته توی یک آموزشگاه پایتون یاد میگرفته، اون دست از افراد حذف میشن. کسی دیگه سراغشون نمیره و پولی بابت این چنین کارها بهشون نمیده. باید سوار موج شد. قبلا هم اینطوری بودش، زمان انقلاب صنعتی خیلی ها کارشون رو از دست دادن، ولی خیلی از کسایی که تونستن از این دستگاه ها استفاده کنن ارتقای شغلی گرفتن. پس ما زمانی میتونیم از این هوش مصنوعی استفاده کنیم که راه استفادهش رو بلد باشیم، بتونیم ازش از راه درست و برای پیشرفتمون استفاده کنیم، بتونیم باهاش کارهایی رو انجام بدیم که قبلا نمیتونستیم. اینجوری میتونیم پیشرفت کنیم باهاش و همچین کارمون رو به خطر نمیندازه. اینم یادتون باشه در نهایت یک نفر باید باشه که با هوش مصنوعی صحبت کنه و بهش پرامپت بده و ازش خروجی بگیره. پس برنامه‌نویسی از بین نمیره، برنامه‌نویسی تخصصی تر میشه و آدم‌هایی که به صورت سیمپل یاد گرفته بودن برنامه‌نویسی و بیسیک یاد گرفته بودن از صحنه حذف میشن. باید عمیق‌تر یاد بگیریم، باید خودمون رو پیشرفت بدیم و باهاش سوار بشیم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین.